سلام، تو هم احتمالا به خاطر تامنیل این ویدیو اومدی که ببینی اون چند تا روشی که میتونی پولدار بشی باهاش چیه؟ خب ما هم سوالمون همینجاست. پس اگر دوست داری که تا چند ماه دیگه پولدار بشی و کارات به موفقیت برسه، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام، شاید برات سوال شده باشه که من کیم؟ شاید هم برات سوال نشده باشه. اگه نشده که خب نشده دیگه. اگر سوال شده، من اسمم تاها و کانتنت کریتورم عین خیلیای دیگه و 14 سالمه. ویدیو میسازم، 2 چنل دارم. یکیش اینه که اون یکیش موفقه. این اولین ویدیوی منه و اومدم به شما یاد بدم که چطوری میتونید توی یوتیوب موفق بشید. ببینید، اول وقتی خانواده‌تون میبینن که شما یه کاری رو دارید توی گوشی انجام میدید 100% گارد میگیرن، ولی شما خیلیاتون وقتی این رفتار اونا رو میبینید، خب شما هم جبهه میگیرید، گارد میگیرید و انفجاری عمل میکنید، ولی این کار درستی نیست. برید باشون منطقی صحبت کنید، ازشون وقت بخواید، بگید آقا من از تو مثلا 3 ماه وقت میخوام ازت 3 ماه که خودم رو بهت ثابت کنم، ببینی که این کار که من دارم انجام میدم کار مزخرف و مسخره‌ای نیست، از این راه میتونم درآمد داشته باشم. و ویدیوهای این چنل یه جورایی پادکست مانند و انیمیشنیه که خب من صورتمو توی این چنل نشون نمیدم، ولی توی چنل دیگه دبوی خب نشون میدم و میبینید. اوکی، و بریم سراغ داستان بعدی که شما توی یوتیوب درگیرش میشید. نداشتن تامنیل خوب 100% عین نداشتن ویترین خوب برای مغازه است و شما 100% به مشکل میخورید. پس برید آموزش تامنیل ها رو یاد بگیرید. ببینید، یوتیوب یه دانشکده خیلی بزرگیه، این حرفا رو از من داشته باشید. شما میتونید تامنیل، حتی بهترین تامنیل هایی که ماهی 15 تا 20 میلیون تامنیل زنها میگیرن رو یاد بگیرید، حتی یک سیستم ساده یا حتی با گوشی توی دستتون میتونید راحت تامنیل خفن و خوب رو یاد بگیرید. پس برید سرچ کنید توی یوتیوب آموزش تامنیل خفن یا خوب، هر چیزی که خودتون میدونید و یادش بگیرید. دومین معضلی که شما دارید توی پیشرفت نکردن توی یوتیوب همون ادیته، یعنی یه جورایی برادر تامنیله. باید شما ادیت کردن هم یاد بگیرید. اگر که حالا ویدیوتون عین من اینجوریه، زیاد ادیت خاصی نیاز نداره یا تامنیل خاصی نیاز نداره، ولی اگه چنل ولاگ دارید یا چنل های دیگه آموزشی دارید 100% باید یه تامنیل و ادیت خوبی داشته باشید. پس همون توی یوتیوب سرچ کنید آموزش ادیت. و اینکه معضل سومی که دارید بی‌کیفیت آپلود کردن ویدیوه، یعنی ویدیوی شما کیفیت خاصی نداره، 360 480 720. بچه‌ها هر چقدر هم تلاش کنید با این کیفیت ها به هیچ جایی نمیرسید. تنها راهی که شما میتونید به یک جایی برسید و کسب درآمد کنید همون کیفیت 1080 فول HD و کیفیت های که خیلی بالاه. ببخشید. و اینکه بریم برای معضل چهارم. معضل چهارمتون نداشتن متن سئو شده است. از هوش مصنوعی کمک بگیرید. یک متنی رو آماده کنید، مرتبط با ویدیوتون باشه و بدید هوش مصنوعی اون رو سئو کنه. بریم سراغ معضل پنجمی که شماها یا درگیرش شدید یا قراره که درگیرش بشید. خب اون چیه؟ وقتی که شما کلی زحمت کشیدید، ادیت زدید، تامنیل درست کردید یا کلی آموزش دیدید که این کارا رو انجام بدید و رفتید نت خریدید و اون ویدیو رو خوب آپلود کردید با 1000 تا امید و آرزو، و اینکه یا اصلا بازدید نمیگیری یا کلا 2-3 تا بازدید میگیری، یا خیلی هستن که خب بازدید خوبی میگیرن ولی شاید تو از اونها نباشی. و اون یک سری از محتواهای خاص مثل همین انیمیشنه که
ممکنه تا اولین ویدیو 200,000 تا بازدید بخوره، ولی چیزهای دیگه یا دسته‌بندی های دیگه اینجوری نیستن. و وقتی که تو بازدید نمیگیری، لینک اون ویدیو رو به رفیقات، فامیلات، دوستات یا خانوادت میدی که برن اون ویدیو رو ببینن یا یک حمایت کنن از تو، ولی دارن زندگی تو رو نابود میکنن. چرا؟ وقتی که تو یک الگوریتم فیک میسازی، CTR تو میاد پایین. وقتی که CTR تو بیاد پایین، یوتیوب تو رو به هیچ کس پیشنهاد نمیده. اینجوری کانالت نابود میشه. و اگر میخوای که کانالت نابود نشه، به هیچ وجه این کار رو انجام نده. بریم سراغ معضل ششم. بچه‌ها دنبال کیفیت و میکروفون و دوربین نباشید. با هر چیزی که توی دستتونه شروع کنید. مثل من الان صدام خوب نیست، واضح نیست، ولی شروع کردم با یه ایرپاد خیلی ساده و با یه گوشی دارم انیمیشن میسازم و تجربیات خودم از این 3 سالی که تولید محتوا کردم و به شما انتقال میدم. و فقط بچه‌ها شروع کنید. این راز موفقیت یوتیوبراست. بریم سراغ معضل هفتم. خب بچه‌ها خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. ساب کنید، لایک رو بزنید و کامنت هم برامون بذارید. ادامه ویدیو رو توی ویدیوی بعدی براتون میگیرم، چون یه مشکلی برامون پیش اومد. و خب میریم برای ویدیو بعد. Let's go. حمایت فراموش نشه.